سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. در این ویدیو میخوایم زندگی نامه رستم رو البته به طور خیلی خلاصه توضیح بدیم و ویدیوی طولانی تر داریم از زندگی نامه رستم، ولی خب فعلا خلاصه ای از زندگی نامه رستم رو تقدیمتون میکنیم. انشالله خوشتون بیاد. بریم شروع کنیم. رستم یا رستم دستان نامآورترین اسطوره در شاهنامه و مهمترین چهره در ادبیات فارسی است. او فرزند زال و رودابه است. رستم که پهلوان ایرانی شاهنامه است، در دوره پیشدادیان میزیست. او در دوره زندگی خود جنگ‌های زیادی را برای ایرانیان به پیروزی ختم کرد. رستم در شاهنامه نماد قدرت است. مهمترین منبع برای تحقیق شخصیت رستم کتاب شاهنامه فردوسی است. رستم مردی کامل و متعالی بوده است. او فردی است که هم نیرومند بود و هم صاحب اندیشه و خرد بود. او در طی عمر طولانی خود از همه مواهب دنیا برخوردار بود. شخصیت رستم جوری است که هم از قدرت بدنی استفاده می کرد و هم از نیروی معنوی بهره می برد. او با تکیه بر غرورش زندگی را سربلند گذراند و تا جایی که در توان قدرت او بود تلاش می کرد تا بر طبیعت غلبه کند. داستان کشته شدن رستم در شاهنامه داستانی بسیار تلخ است. رستم به شکارگاه رفت. رخش اسب رستم بوی خاک تازه را حس کرد و از حرکت ایستاد. وقتی رخش به میان دو چاه رسید، تعادلش را از دست داد و در یکی از چاه‌ها سقوط کرد. نیزه های داخل چاه پهلوی رستم و رخش را پاره کردند. رستم خود را به بالای چاه رساند و چون شغاد را دید با کمانش تیری به سمت شغاد انداخت. رستم او را به درخت دوخت، اما دیگر توان نداشت. روی به آسمان کرد و با دنیا خداحافظی کرد. امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستان. این ویدیو زندگی نامه مفصل تری رو خدمتون ارائه میدیم و این صرفا یک خلاصه ای از زندگی نامه رستم بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم اگه خوشتون اومد بفرستین. فعلا خدا نگهدار.